صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خداوند خدا، تو را شکر و سپاس می گوییم که روح تو همواره الهام بخش افراد بشر برای رسیدن به درجات عالی‌تر در اندیشه و حکمت و مهارت و دقت و محبت و صداقت و نیکویی بوده و می باشد. تو را ستایش می کنیم که محبت خیش را از ما دریغ نکرده ای و هنوز الطافت را نصیب ما بندگان گناهکارت می کنی. تو را شکر می کنیم برای دانش روز افزونی که از کائنات نصیب ما شده. هر باری که ای خدا چیز تازه‌ای کشف می شود، بیشتر به قدرت و عظمت و اقتدار تو پی می بریم. بارالها ما را یاری بده که متوجه شویم که هرگز نمی توانیم نه به وسیله حکمت خود و نه به وسیله دانش خود از تو جلو بیافتیم، زیرا آسمان و زمین فقط ذره‌ای از جلال و قدرت تو را آشکار کرده است. در عوض عنایت فرما که با دیدن اعجاب این عالم و کهکشانها و زیبایی عظمت و طبیعت تو را که صاحب اختیار کل می باشی بهتر بشناسیم و تو را صادقانه تر از همیشه عبادت و پرستش کنیم. تو را سپاس باد برای زیبایی و نیکویی این جهان. تو را سپاس باد برای انسانهایی که تو خلق کرده ای. تو را سپاس باد برای محبت و رحمت و فیضی که در قلب‌ها نهاده ای. و تو را شکر می کنیم ای خدا که جهان بهتری را نیز به ما وعده داده ای. استدعا می کنم که ما را برای ورود به این جهان بهتر آماده ساز. این دعا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانیده، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند و به زودی به این عالم برمی گردد می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم متی حواری. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. هم میهنان عزیز، برادران و خواهران گرامی و شنوندگان محبوب صدای انجیل، درود بر شما. امیدوارم که در پناه الطاف بی پایان خدا یکتا روزهای خود را در شادی و آرامش به سر بیاورید و نام مقدسش را دائما ستایش کنید. باشد که به دور از نگرانی های زندگی لحظه خود را از عالم فانی جدا ساخته و تماما متوجه عالم معنویت شده و فیض خدا را نصیب خود کنید.
در برنامه این ساعت نیز توجه خود را به زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده زنده بشریت معطوف داشته و با هم به کلام خدا روی می آوریم و از فصل 24 انجیل مقدس به قلم متی حواری پیام آسمانی را غذای روح خود می گردانیم و زندگی مسیح را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. فصل 24 و 25 از انجیل مقدس متی به موضع بر سر کوه زیتون مسما می باشد. زیرا عیسی مسیح بر روی کوه زیتون که در مقابل شهر اورشلیم قرار گرفته است این تعلیمات را به سمع شنوندگان خود و رسولانش می رساند. در این دو فصل عیسی مسیح به طور مفصل درباره آینده جهان و اتفاقاتی که در این عالم به وقوع خواهد پیوست و ظهور ثانویش و آنچه که به سر این عالم خواهد آمد و همچنین انقضای این عالم مطالب بسیار زیادی را برای ما روشن می سازد که تا این زمان برای هیچ کس آشکار نبود. و در واقع بایستی گفت که یکی از مهمترین فصل‌های کتاب خدا درباره امور آینده و اتفاقات و حوادث این جهان همین فصل 24 می باشد و پاسخگوی سوال‌های بسیار می باشه که اشخاص کنجکاو در مورد آینده جهان از خود می پرسند. هر روز که ما به اخبار جهان گوش می دهیم و یا توسط روزنامه ها خبرهای نگران کننده از سراسر عالم را می خوانیم، بدون شک این سوال را در فکر خود راه می دهیم و چه بسا دادیم که راستی عاقبت این جهان فانی چیست. بعضی ها وقتی خبرهای جنگ بین ملت های مختلف را می شنوند می گویند دنیا رو به نابودی می ره. آنانی که نگران انفجار جمعیت هستند میگویند که کثرت آدمیان سبب نابودی این جهان خواهد بود. و اما گروهی دیگر وقتی بارانهای اسیدی و مواد مسموم کننده را که در همه جا پراکنده شده است را میبینند میگویند دنیا داره مسموم میشه و به زودی از بین خواهد رفت. راستی دوستان، عاقبت این دنیا چه خواهد شد؟ جواب را از کجا باید یافت؟ حقیقت این است که خداوند تعالی در انجیل مقدس ما را از آنچه که در آینده به سر این عالم به وقوع خواهد پیوست آگاه ساخته است و دو فصلی که در برابر ما قرار دارند همانند آینه‌ای هستند که آنچه در آینده باید به وقوع بپیوندد را به ما نشان می‌دهند. بنابراین ای عزیزان، اگر شما مایل هستید که بدانید عاقبت دنیا چه خواهد شد و آخر زمان چه موقع است و چه اتفاقاتی باید در آینده به وقوع بپیوندد، شما را تشویق می‌کنم که حتما چند برنامه آینده را گوش بدهید و دوستان عزیزتون را نیز تشویق کنید که حتما به این برنامه‌ها گوش بدهند. چرا؟ چون ما از کلام خدا، گفتار خدا را براتون میخونیم و خدای تعالی اتفاقاتی را که باید به وقوع بپیوندد را برای ما در این آیات تشریح کرده است. با بیان این مطلب ابتدا به 3 آیه اول فصل 24 که در واقع کلید درک بقیه آیات می باشد توجه شما را جلب می کنم. زیرا در 3 آیه رسولان سوالهایی از عیسی مسیح می کنند که تمام فصل 24 و 25 را به خود اختصاص داده است. می‌فرماید پس عیسی از هیکل بیرون شده برفت، یعنی از هیکل مقدس که در شهر اورشلیم بود بیرون می‌آید و به خارج از شهر میره و شاگردانش پیش عیسی آمده تا عمارت‌های هیکل مقدس را بدو نشان بدهند. عیسی ایشان را گفت آیا همه این چیزها را نمی‌بینید؟ هر آینه به شما میگویم در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. و چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد عیسی آمده گفتند ای استاد به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ دقت کنید به آیه 3 که چه میگوید، زیرا که کلید درک این دو فصل در همین آیه است. شاگردان از عیسی مسیح میپرسند که ای استاد به ما بگو که این امور کی واقع می شود؟ اول، دوم نشان آمدن تو و سوم
انقضای عالم چه می باشد؟ 3 سوال شاگردان از عیسی مسیح می کنن. سوال اول اینه که ای استاد این امور کی واقع میشه؟ سوال دوم اینه که نشان آمدن تو در این جهان چیه؟ و سوال سوم علائم انقضای عالم چه می باشد؟ سوال اول و یا این امور کی واقع می شود مربوط به چیزهایی است که در آیه 1 و 2 عیسی مسیح فرموده است. عیسی مسیح در آیه 2 به شاگردانش که محو تماشای بزرگی و عظمت ساختمان عبادتگاه یهود شده بودند و جلال و بزرگی و شکوه عبادتگاه را تحسین می کردند فرمود آیا این همه چیزها را نمی بینید؟ یعنی این معبد بزرگ مقدس را نمی بینید؟ همین معبد، همین ساختمان‌های عظیم و عبادتگاه که الان در برابر چشمانتون مثل کوه محکم ایستاده است، هر آینه به شما میگویم که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد. یعنی یک روزی خواهد آمد که این معبد بزرگ، این معبد مقدس با تمام استحکامش، با تمام جلال و شکوهی که داره نابود میشه و با خاک یکسان میشه، به طوری که حتی یک سنگم روی هم باقی نمیماند. حالا وقتی که عیسی مسیح این جملات را فرمود که معبد نابود میشه، شاگردان مسیح به فکر فرو رفتن. آخه چطور ممکنه چنین ساختمانی به این عظمت و بزرگی و مستحکمی، آن هم خانه خدا، روزی نابود بشه؟ برای همین بود که از عیسی مسیح سوال میکنن که ای استاد این حرف شما کی عملی میشه؟ در پاسخ به این سوال و 2 سوال دیگر عیسی مسیح مطالبی میگه که فصل 24 و 25 در واقع جواب به این 3 سوال است. حالا از آیه 4 و 5 براتون میخونم که میگوید زنهار کسی شما را گمراه نکند، زان رو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. دقت کنید مسیح چه میگوید؟ میگوید مواظب باشید کسی شما را گمراه نکند. زان رو بسا به نام من خواهند آمده گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. در این آیه عیسی مسیح به شاگرداش میگه افراد زیادی ظهور خواهند کرد که خود را پیغمبر و برگزیده خدا دانسته و میگویند که من همان مسیح موعود هستم. میگوید فریب این پیامبران کاذب را نخورید. بنابراین یکی از علائم ظهور زمان آخر همان ظاهر شدن پیامبران دروغین است و همونطوری که میدانید بسیاری بودند که به نام پیغمبر خدا ظهور کردند و حتی کارهای شگفت انگیزی هم نمودند، اما رفتار و اخلاق آنان و تعلیماتشان کاملا مخالف تعلیمات عیسی مسیح بود که این نشان میده که آنها از جانب خدا نبودند. آیه 6 نشان دیگری رو میدهد. میگوید جنگ ها و اخبار جنگ ها را خواهید شنید. زنهار مضطرب نشوید زیرا که وقوع این همه لازم است، لیکن انتها هنوز نیست. علامت دیگر برای زمان آخر همانا جنگ های بسیاریه و خبرهای جنگی که مردم خواهند شنید. وقتی شما میشنوید که جنگ ها شروع شده، فکر نکنید که نشانه بازگشت مسیح بلافاصله به این جهان خیر. میگوید جنگ ها باید بشه ولی هنوز آخر زمان نیست، آخر دنیا نیست. و دوستان عزیز، من و شما در دوره زندگی میکنیم که ظاهرا صلح و سلامتی بر همه جا حکم فرماست، ولی حقیقت امر اینه که مطابق آمار سازمان ملل متحد در طی 500 سال گذشته حتی این جهان ما یک روز رنگ صلح را به خود ندیده. یعنی حتی یک روز صلح نبوده. به هر حال در جایی همیشه جنگ و ستیز و برادرکشی بوده و این روز هم خودمون شاهد هستیم که در همه جهان این جنگ ها داره بیشتر و بیشتر میشه. ظاهرا در اروپا صلح و سلامتیه، در آسیا انقلاباتی که میشه از روی آزادیه، ولی دوستان عزیز جنگ همیشه بوده و خواهد بود و مسیح میگوید که اخبار جنگ ها را بیشتر و بیشتر خواهید شنید و بدانید آگاه باشید که خاورمیانه قلب این آتش های خانمان سوزه. بله دوستان عزیز، مسیح میگوید در ایام آخر
جنگ های بسیاری خواهد بود و اخبار جنگ را همیشه خواهید شنید بیش از هر موقع دیگر، ولی انتها نیست. همونطوری که امروز هم میبینیم در واقع هر وقت رادیو رو روشن میکنیم، هر وقت به تلویزیون نگاه میکنیم، هر وقت روزنامه رو میخونیم، ملاحظه میکنیم که به هر حال جنگ ها در جاهای مختلف دنیا هست. در آیه 7 و 8 عیسی مسیح 3 نشان دیگر در مورد آینده جهان میدهد. میفرماید زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند کرد و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جایها پدید آید، اما اینها همه آغاز دردهای زه هستند. حالا این 3 نشان یا علامت عبارتند از اول مبارزه ملت‌ها بر علیه یکدیگر، دوم قحطی در جاهای مختلف و زمین لرزه ها و سوم امراض ها و بلاهای مختلفه. مسیح میگوید این اتفاقات نیز به وقوع خواهند پیوست، اما اینها پیش درآمد بلایای بعدی می باشه. از آیه 9 سپس عیسی مسیح در مورد آنچه که بر سر مؤمنین و مقدسان و خداپرستان واقعی به وقوع خواهد پیوست سخن می‌راند و میگوید آنگاه شما را به مصیبت سپرده خواهند کشت و جمیع امتها به جهت اسم من از شما نفرت کنند و در آن زمان بسیاری لغزش خورده، یعنی در ایمانشون لغزش خورده، یکدیگر را تسلیم خواهند کرد، نسبت به هم خائن میشن و از یکدیگر نفرت گیرن، متنفر میشن و بسا انبیای کذبه ظاهر شده بسیاری را گمراه میکنند و به جهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. لیکن هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد. هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد. و به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتی شود. آنگاه انتها خواهد رسید. دقت کنید، آن وقت است که پایان خواهد بود. چه وقت؟ وقتی که این چیزهایی که در این آیات فرموده است عملی بشه. عیسی مسیح در این آیات به شاگردان و پیروان خودش میگه ببینید مردم جهان در ایام آخر شما را به خاطر ایمان و اعتقادتون نسبت به من شکنجه خواهند داد. آزار و جفا بر علیه مسیحیان شدت خواهد گرفت و نه فقط جفا روا می‌دارند بلکه مسیحیان بسیاری را در آینده به قتل خواهند رسانید. میگوید تمام دنیا یا جمیع امتها زمانی خواهد رسید که از شما متنفر خواهند شد. چرا؟ چون شما پیرو من هستید. به زبان دیگر مسیحی بودن در آن ایام، یعنی در ایام آخر، یعنی در بلا بودن، در بدبختی بودن، در جفا بودن. در آیه 10 میگوید به خاطر همین فشار و بلا و جفاها، به خاطر سختی ها، خیلی ها از ایمانشون برمیگردن و همدیگر رو لو میدن و از هم متنفر میشون. و دوستان عزیز، دلیل این که در ایام آخر مسیحیت مورد تنفر مردم میشه خیلی روشنه. زیرا در ایام آخر محبت و صفای الهی وجود نخواهد داشت و آنانی که محبت و صفای الهی را دارند مورد نفرت مردمی می باشند که آن را ندارند. دوستی و برادری و انسانیت در ایام آخر از بین میره. چرا؟ چون مردم مشتاق محبت خدا نخواهند بود. اسیر اهریمن میشن. شیطان تمام قدرت و نفوذش را برای اداره این جهان به کار میبرد و هدفش اینه که تمام نورهای آسمانی را نابود کند و آنانی که در این عالم نور الهی هستند، سمبل محبت و لطف خدا و فیض خدا هستند را از بین ببره، یعنی مسیحیان. روح مروت و جوانمردی و بخشش و خدمت که از صفات شایسته مسیحیانه نابود خواهد شد. و وقتی دوستان از مسیحیت متنفر باشند که اساس ایمان آن بر محبت الهی بنا است، مسلماً هر نوع انسانیت نیز از این عالم رخت خواهد بست و شیطان مطلقاً بر قلب‌های مردم حکمرانی خواهد کرد. وفاداری از بین میره، محبت و گذشت و فروتنی و خدمت از بین میره و مردم هم شدیداً از یکدیگر متنفر میشن.
در آیه 11 برای بار دوم در این فصل عیسی مسیح باز اعلام میکنه، اخطار میده که در آن ایام پیامبران کاذب ظهور خواهند کرد. خیلی ها ادعا خواهند کرد که پیغمبر خدایند، از جانب خدایند، و بدبختان دوستان عزیز مردم هم فریب خورده و از آنها پیروی خواهند کرد. در آیه 12 میگوید و گناه آنقدر گسترش پیدا میکند که محبت خیلی ها را سرد میکنه. خیلی ها امید و اعتقاد و ایمان خودشون رو نسبت به خدای تعالی از دست خواهند داد. ولی خوشا به حال کسانی که تا به آخر وفادار باشند، زیرا آنان هستند که نجات خواهند یافت. خوشا به حال آنان که تا به آخر وفادار باشند. یکی از علائم آخر دنیا اینه که پیغام مژده انجیل به گوش همه مردم دنیا خواهد رسید. میگوید و سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم دنیا رسید و همه از آن با خبر شدن، آن وقت دنیا به آخر میرسد. و دوستان عزیز تا سال 2000 یعنی تا حدود 10 سال دیگه تمام مردم دنیا قادرن پیام انجیل را به زبانی که میفهمند بشنوند، زیرا از طرف مؤسسات مسیحی افرادی برگزیده شدند که خود را وقف خدمت در رسانیدن پیام حیات بخش خدا به مردمی که هنوز فاقد کلام خدا هستند بنمایند. و باید بگویم که خدا را شکر امروز انجیل مقدس به بیش از 130 زبان زنده دنیا از طریق رادیو و تلویزیون در سرتاسر عالم پخش میشه. حالا بعد از اینکه عیسی مسیح این اطلاعات عمومی را درباره 3 سوالی که شاگردانش فرموده بودند بیان میکنه، از آیه 15 اشاره به مصیبت‌های آینده که دامنگیر جهان و جهانیان میشود میکند. از آیه 15 الی 19 مربوط به سوال اوله و یا علائمی که به وقوع پیوستن خرابی عبادتگاه یهود را نشون میده رو بیان میکنه. و سپس از آیه 20 الی 28 مسیح در مورد سوال دوم، یعنی در مورد علائم بازگشت ثانویش مطالبی رو بیان میداره. و از آیه 29 الی 34 عیسی مسیح درباره مطالبی که مربوط به سوال سومه، یعنی مربوط به انقضای عالم است، مطالبی رو به عرض شاگردانش میدهد. حالا در مورد اینکه معبد مقدس کی نابود میشه، مسیح میگوید پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در مقام مقدس برپا شده ببینید، هر که خواند دریافت کند. آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد و هر که بر بام باشد به جهت برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید و هر که در مزرعه است به جهت برداشتن رخت خودم برنگردد. لیکن وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. حالا در این آیات عیسی مسیح توجه شاگردانش را معطوف به پیشگویی دانیال نبی کرده و میگوید که وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال پیغمبر درباره‌اش پیشگویی کرده است ببینید که در جای مقدس برپا شده است، آن وقت کسانی که در یهودیه هستند به تپه‌های اطراف فرار کنند. مقصود از آن چیز وحشتناک که دانیال پیامبر پیشگویی کرده همان نمونه ضد مسیح یا دجال است که خود را خدا خوانده و مردم را وامی دارد که او را پرستش کنند و عبادتگاه مقدس یهود را نجس می سازد، یعنی خانه خدا را. در تاریخ آمده است که در سالهای 168 قبل از میلاد یک بار این امر اتفاق افتاد، زیرا فرمانروای سوری به اسم افنایس وارد عبادتگاه خدا میشه و امر میکند که بر مذبح قربانی خوک را که کثیف‌ترین و نجس‌ترین حیوان از دیدگاه مذهب یهودیت است در آنجا قربانی کنند و خانه خدا را به اصطلاح نجس سازند و خون این حیوان نجس را در همه جا پخش کنند. حالا در این آیات عیسی مسیح میگوید باز عبادتگاه مقدس نجس خواهد شد و باز اشخاصی که سمبل ضد مسیح یا دجال هستند ظهور خواهند کرد. وقتی این اتفاقات را دیدید، آن وقت در اورشلیم نمانید، فرار کنید. اگر در یهودی هستید به تپه‌ها فرار کنید، در شهر باقی نمانید. چرا؟ چون مصیبت عظیمی بر ساکنان یهودیه و اورشلیم نازل میشه.
و میگوید اگر در مزرعه هستید حتی فکر این را به خود راه ندهید که قبل از اینکه فرار کنی به منزلت بری و چیزی برداری. به عبارت دیگر هر چه میتونی زودتر از آن منطقه فرار کن، زیرا خرابی وحشتناکی در انتظار یهودیه و اورشلیم است. و سپس مسیح به حال زنان باردار دلش میسوزد و میگوید چقدر بدبختن زنانی که در آن موقع حامله باشند یا بچه شیری داشته باشند. چرا؟ چون کسی به حال آنها ترحم نخواهد کرد. دوستان عزیز، اتفاقات ناگواری که در اینجا عیسی مسیح به آن اشاره می کند نشان دهنده فقر و بدبختی اجتماع بشریت است. در آیه 21 میگوید در آن روزها مردم به چنان مصیبتی مبتلا میشوند که هیچ کس در عمرش ندیده، نه در گذشته و نه در آینده آنقدر مصیبت عظیمی خواهد بود. خیلی از دانشمندان عقیده دارند که این آیات در سال 70 میلادی وقتی شهرهای یهودیه که اورشلیم پایتخت آن بود بر علیه رومیان قیام کردند و رومیان شهر اورشلیم را محاصره نمودند عملی گردیده، زیرا بعد از مدتی که از محاصره اورشلیم گذشت رومیان فاتحانه وارد شهر اورشلیم میشن و این شهر را با خاک یکسان میکنن و معبد عظیم و عبادتگاه مقدس را با خاک یکسان مینمایند و حتی 2 سنگ هم روی هم باقی نمیگذارند، به طوری که تا به امروز معبد دیگری بنا نشده و البته تمام دعوای اعراب اسرائیل هم بر سر همین یک قطعه زمین معبد است که برای هر دو آنها مقدس محسوب میشه. در تاریخ آمده است که وقتی رومیان شهر اورشلیم را برای مدت طولانی محاصره کرده بودند، به خاطر نبودن غذا بعضی از پدران فرزندان خود را می‌خوردند تا زنده بمانند و بعضی از مادران بچه‌های خود را به خاطر نبودن غذا خفه می‌کردند. البته اگر هیچ دلیلی برای اثبات این وقایع در دست نداریم و میدونیم که یهودیان هرگز خون نمی‌خوردند، چه برسد به اینکه گوشت انسان بخورن، ولی بدون شک سخن از مصیبت عظیمی میکنه که در تاریخ بی سابقه بوده است. ولی یک چیز مسلم اینه که قسمت اول پیشگویی عیسی مسیح عملاً به انجام میرسه و مسلماً قسمت دوم و سوم پیشگویی که او فرموده است اگر به انجام نرسیده در حال انجام رسیدن است و مابقی نیز به تحقق خواهد رسید. ولی سوال مهم این است که دوستان عزیز، آیا من و شما خود را آماده ظهور عیسی مسیح و آماده انتهای این عالم کرده ایم یا نه؟ آیا برای بازگشت ثانوی عیسی مسیح به عنوان داور عادل آماده هستیم؟ سوالی است که باید جواب آن را بدهیم، زیرا کلام خدا نشان می‌دهد آنانی که خود را آماده ظهور عیسی مسیح نکردند و این مطالب را بی اهمیت تلقی کرده و فقط پی کارهای روزانه‌شون هستند، جزو بازندگان هستند که در آیات بعدی درباره آنان مطالب بسیاری آمده است که متاسفانه وقت ما در اینجا کفاف نمی کند که به آن اشاره کنیم. ولی امیدوارم که در برنامه آینده شما با ما باشید تا بقیه آیات را به سمتون برسونیم، به این امید که شما نیز خود را آماده ظهور نجات دهنده جهان کنید که به زودی خواهد آمد. پس به این امید که شما بیدار و هوشیار هستید و خود را آماده ظهور ثانوی عیسی مسیح و انقضای عالم می کنید، شما را به خدا میسپارم و امیدوارم که همیشه در اعتماد به خدا موفق و پیروز باشید و خداوند را به خاطر محبتش شکر کنید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید. و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920
1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.